اما میخوام که کودکان مکتب روند مکتب خونه رنگی ما برین از اون نکشن من خوندگی نیستم دوستیده вообще تا صنف سه را خوندم خیلی شکرانی فرزندان میکنم که هستن. سرویناز رجبова با وجود آنکه برای از تحصیل دور ماندن فرزندانش تأسف میخورد میگوید نبود شرایط و سرپناه به این باعث شده است. این زن جوان از زندگی مشترک با شوهرش صاحب 3 فرزند شده است. سراج‌الدین 7 ساله پسر خرده سرویناز است. میگوید امسال صنف 1 میرود ولی نمیداند که از شروع سال خوانش 2 ماه گذشته است. من میرم مکتب قطعا صنفم بازی کنم. سراج‌الدین پدرش را در یاد ندارد. در 9 ماهگی پدرش به مردکاری به روسیه رفته بعد چند مدت با جرم در آنجا زندانی شد. از زندان به طور شرعی به قول جواب سرویناز را داد و باعث سرگردانی طفلکان خود گردید. یا اون زندگی میکردم وقتی که شوهرم که محکم کشید من رو سر کردن خونم زده و 3 گوده با خونی خونم خستم اومدم همین هم 1 سال از او کشتم در بدر 3 گوده قدیم چی کارو کرده از او کشتم همین گشنه نمونه فوندم این ریختم همه کارو کردم برای کودکان و اینمی خالم که مسکو راکی بود گفت بیا خونی مده بیس گفت نه اومدم خونی خالم. حالا سرویناز در منزل 1 حجرگی خالش در دوشنبه موقتا زندگی میکند. میگوید چند وقت پیش به حیث پیشخدمت کار میکرد. از بس که کار تا دیر شب ادامه میافت به خاطر تنها بودن فرزندانش از کار دست کشیده است. میخوام کلانشم لیسته شوم. بابا جان فرزند دوم سرویناز است. باید در صنف 5 تحصیل کند ولی در میز طلبگی ننشسته است. من میخوام مکتب روم قطعا صنفم در خانم حرفا را میشناسم نوشته نمیتونم. این زخم ها چند مدت اخیر در پای های بابا جان پیدا شدند و از سبب نداشتن پول معالجه نکردند. در چند روز اخیر با گذاشتن یک عکس از حال این خانواده در سامانه های اجتماعی چند خیرخواه در برابر کمک غذایی همچنین به این خانواده داروواری خریدند. سرویناز رجبова خود ساکن ناحیه یاوان است. میگوید 1 مرتبه به مقامات برای به تحصیل فرا گرفتن فرزندانش تلاش کرده است. از بس که در قید ناحیه یاوان بوده است مقامات توصیه دادند به مکتب‌های آنجا مراجعت کند. در یاوان که پدرش وفات کرده است میگوید در خانه پدری برایش جای نیافتند. تصمیم دارد فرزندان را در مکتب اینترنت سپارد تا هم سرپناه و هم برای آیندهشان صاحب معلومات شوند. زندگی اینمی حسابی است که اینمی اپاشکا میبیوره سال خیلی 2 مشته ختمه کار برومده اونده خیلی 1 سال 1 بار یا 2 بار اوچم روی میکنه نمیخی گشتیم.